سرزمین عنعنه‌های کهن و مردمی با ننگ و عار، کشوری که در بلندی‌های آن دریاها تولید یافته و در قلب مردمانش اراده مستحکم جای گرفته، این تاجیکستان است و هر دور و زمان پیشوای خود را دارد. در لحظه های تقدیرساز، وقتی که ابر اختلاف و جدال بالای این کشور کهن بنیاد سایه افکند، مردی که معنی نامش بخشاینده و مهربان است، امام علی رحمان به صحنه سیاست آمد. اولین و مهمترین ساختمان او نه بنیاد بنا، بلکه بنیاد قصر اعتماد در قلب مردمانش بود. لایحه اساسی او نه ساختمان انشاءات، بلکه ساختن پایه های وحدت بود. امام علی رحمان معمار آشتی ملی گردید و به کشور تحفه گرانبها صلح را اهدا نمود. صلح پایه گردید که پیشوای ملت بالای آن به بنیاد بنای رشد و شکوفایی شروع کرد. نگاه دوراندیش او دریاهای پرتلاطم را به منبعهای انرژی سبز و مانعه‌های کوهی را به شاهراهای نقلیاتی تبدیل داد. او به صناعت کشور از نو حیات بخشید، قدرت کشاورزی را پرزور نمود و علم و فرهنگ را در مرکز رشد معنوی ملت قرار داد. هر یک لایحه خشتی بود در بنیاد خانه مستحکمی با نام تاجیکستان صاحب اختیار. صدای او در منبرهای بزرگ جهانی با اطمینان بلند شد. امام علی رحمان نه تنها آینده کشور ما را می سازد، بلکه در حل مسئله های جهانی سهمی بزرگی می گذارد. به شرافت دیپلماتی خیش، پیشوای ملت تاجیکستان را از یک کشوری که در آسیای مرکزی جایگیر است به ملت تبدیل داد که در مرکز توجه و احترام جامعه جهانی قرار دارد. اما در پس این همه عنوانها و دستاوردها مرد نهان است که تپش قلب مردم خیش را احساس می کند. نیروی او در یگانگی با هر یک شهروندش است. خیرتمندی پیشوای ملت ما در ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و نگاه جسورانه نسبت به آینده درخشان است. امام علی رحمان تنها یک راهبر دولت نیست، او پیشوای ملت است و تجسم دولتداری تاجیکان. از گذشته تا امروز، از حاضرت تا آینده درخشان، تحت راهبری خیرتمندانه پیشوای ملت امام علی رحمان یک جایه می سازیم، یک جایه می آفریم، یک جایه شکوفایی می کنیم. زنده باد تاجیکستان، حمد و ثنا به پیشوای ملت، شکوفایی به تاجیکستان عزیز ما.